فوتی عبدالفتاح حاتموف مؤسس و رهبری لیسه خصوصی حاتم و پوه جامعه شهروندی تاجیکستان را آزرده و نگران کرده است. صاحب نظران میگویند که سهم جناب حاتموف در توسعه عرصه معارفی کشور بزرگ است. منزل پدری عبدالفتاح حاتموف در دهه چمن شهر وحدت در 50 کیلومتری پایتخت تاجیکستان واقع است. زندگی عبدالفتاح حاتموف از همین دهه شروع شده تا به رهبری یک لیسه مشهور ادامه داشت. فرزندان میگویند میخواست خانه آخرتش در همین دیار باشد. وقتی میفتاد میومدم، البته وقت اشاره میکرد وقتی زیارت میدار اومدیم منزلگاه بابام دیدیم گپ میزدن که جا میمونده باشه ما در اونجا یعنی خیلی وسیعت است. خورسند حاتموف یکی از 6 پسر عبدالفتاح حاتموف میگوید که پدرش آرزوهای زیادی را در دل داشت که همکنون آنها برای به انجام رسیدنشان تلاش میکنند. پدرمان میخواستند یک دانشکده تشکیل دهند به خاطری که بچه‌ها را برنامه‌سازی را یاد داده از همین جا به کار مشغول شوند، نه به جای دیگر به کار روند. آرزوی ازشون ساختن مکتب خودشون بودن، افسوس وقت نمارد که خیلی کش میکنیم که آرزوشون رو عملی بکنیم. اصلا هم مکتب از بین نبرن، یعنی که بعضی پرابلم ما هست ولی از هم اساسیش مکتب ساختمان مکتبمون به انجام رسانده. اقلا سال آینده 2021 سال خانشو دارم مکتب اقلا سر کنیم. این آرزوی همه ما است. سید اکبر امینوف از شاگردان عبدالفتاح حاتموف است که اکنون در لیسه حاتم و پوه آموزگار می باشد. میگوید استادش از سالهای قبل موضوع راهاندازی تحصیلات فاصلوی را مطرح میکرد. با این منظور وی حتی بهترین آموزگاران کشور را در لیسه گرد هم آورده موضوع این مسئله را در میان میگذاشت. مثلا یک دوربینیشون در آن بود که من حاضر شما دیده ایستاده فاصلوی لیسانسیون обучения تحصیلی حاصلوی دربارش بسیار در دنیا گپ زده ایستادن. همین چیز را استاد وقتی که ما استودنت بودیم، حاضر من در این کار نمیکردم در مؤسسه که می اومدیم سال استودنتی میشتیم قطعی استاد صحبت میکردیم، میگفتن که در همین направление بسیارتر فکر و اندیشه های زیادی خود را داشتن. لیسه حاتم و پوه سال 2003 از سوی عبدالفتاح حاتموف و یک شریکش با نام پاول واسیلیویچ تأسیس شده است. در سالهای فعالیت این لیسه شاگردان آن همواره در المپیادهای جمهوریوی و بین المللی جایهای افتخاری را کسب کرده مرتبه معارف تاجیکستان را بالا می‌بردارند.